هوایت مرغی به بالو پرم کرد، هوایت مرغی به بالو پرم کرد. واقعا دیر شده کنم دو نفس هایم در کشیده. سروش او چطوره؟ مرا گفتی صبوری کن خیر والا صبوری، من دیگه تر راست میدیم چطور؟ مرا گفتی صبوری در مهدی در کدام صبوری، شرخی سنگ آتیش آوردنی خیالم بر سرم کرد، در شرخ بکسنگ؟ ما خب پر میتونم سروش چیز کنم. سروش لالای دیگه جاغری میی؟ انا خوش ممدم میی. خود تو یک سلام یک سلام عرض ادب خدمت دوستا. دیروز جاغری آمدیم، خیلی ما فکر کنیم دفعه اول است جاغری آمدیم. خیلی یک هوای قشنگی داره جاغری، خیلی واقعا یک جای دیگه نیست. خوشا به حال کسایی که از جاغری است، از هوای جاغری لذت میبرن، خانه هم اینجا دارن دیگه. واقعا یک جای عالی است برای دیدن و چکر و این چیزا. آها خب پیام تو بلده بیننده چیه؟ پیامیم برای بیننده اینمی است که پیام بگوید از جاغری بین دیدن که پیام بر دوستای عزیز اینمی است که اگر اینمی ویدیو رو میبینین حتما یک دفعه بیاین جاغری از نزدیک ببینین. آب هوای جاغری یک دفعه از نزدیک دیدیم، با شما هم خوشتان میاد. چی دیدی تازه وارد جاغری شدی؟ مردم چی رقم بود؟ شهرش چی رقم بود؟ والا در جاغری یگانه چیزی که خوشم آمد، تمام مردم جاغری که هست مهمان نوازه. هیچ کسی چی نمیکنه که مثلا بیگانگی نشان میده و این چیزا. بله بند آفریدم، تو رمایی بله بند آفریدم، تو را به سرمه نور بند آفریدم، تو را به سرمه نور بند آفریدم. بنازم قدرتی آن خالق پاک، بنازم قدرتی آن خالق پاک، تو را از شیرینی قند آفریده، تو را از شیرینی قند آفریده، تو را از شیرینی قند آفریده، تو را از شیرینی قند آفریده. دلی شده دلایی غم نبینه، قدی سرور